امشب تو نگهبان شب شهربازی متروکه پارک ارم تهران هستی، جایی که سالها پیش پر از خنده و جیغ و بچه ها بود، ولی حالا فقط سکوت و تاریکی مونده. نمیدونم چرا انتخابت کردم، اما از وقتی اون حادثه اتفاق افتاد هیچکس نتونسته بیش از یک شب زبون بیاره. وظیفت ساده است، فقط باید قوانینی که بهت میگم رو رعایت کنی. قانون اول: اگه نیمه شب چرخ و فلک شروع به چرخیدن کرد ولی کسی سوارش نبود، بهش نگاه نکن. پشت هر صندلی خالی یه چیزی نشسته که نمیخواد ببینیش. فقط برق اون بخش رو خاموش کن و سریع دور شو. قانون دوم: اگه از بلندگو اصلی شهربازی صدای آهنگ‌های کودکانه پخش شد، بدون که اشتباهی در کار نیست. اونا دارن با هم دیگه بازی میکنن. تا زمانی که آهنگ تموم نشده از اتاق کنترل خارج نشو. قانون سوم: اگه یکی از دوربین ها پارازیت گرفت و بعد تصویر بچه‌ای رو نشون داد که داره به دوربین لبخند میزنه، اون بچه سالها پیش گم شده. فقط تصویر رو خاموش کن. قانون چهارم: ساعت 3:07 بامداد چراغ‌های ترن هوایی روشن میشه. همیشه یه واگن خالی تو مسیرش حرکت میکنه. هیچ وقت سعی نکن مسیرش رو ببندی. فقط نذار دستگاه خاموش بشه. امیدوارم از شغل جدیدت لذت ببری. اگه سوالی داشتی فالو کن. موفق باشی.